به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. از روی تجربه ای که ما دیگر کشورها را هم آموختیم، من در نزدیکی هفته گذشته در دوحه در یک کنفرانسی بین المللی بودم و با بسیاری از دانشمندان اسلام هم صحبت داشتم. عیناً همین موضوع مطرح شد در اونجا. یعنی بعضی از کشورها برنامه‌های مخصوصی کورس‌های کوتاه مدتی 3 ماهه پیش از ازدواج، کورس‌های کوتاه مدت میگذارن. از نظر اسلام وظیفه شوهر چی هست؟ وظیفه مرد یعنی در عائله چی هست؟ وظیفه زن در عائله چی هست؟ زن چی مسئولیت دارد؟ مرد چی مسئولیت دارد؟ مرد باید با کدام نیت باید ازدواج کند؟ چرا که این نیت خیلی وابستگی دارد. پروردگار میگه یکی از معجزه و قدرت من این است که برای شما همسر شوهر آفریدم از جنس شما. برای چی؟ چرا؟ تو اینکه یک زندگی آرام و آسوده داشته باشید. حالا آرام و آسودگی در کجا هست؟ این صفتای کجا هست؟ صفت جنت. آرام و آسودگی در جنت است. زندگی هر مرد و زن مسلمان، چی جوان چی پیر، باید میگه در اساس مهر و محبت و رحم شفقت باشد. یکی از واجبات دینی جوانی مسلمان است. مرد چی جوان چی پیر فرق نمیکند، همیشه باید به همسرش به زنش بگوید که زیبا هستی، دوستت میدارم. این یکی از واجبات دینی هر مردی مسلمان است. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یعنی بعدی 55-60 سالگیشون همیشه عایشه مادرمون رو میگفتن که یا عایشه اینی احبک دائما، عایشه من همیشه دوستت میدارم. حالا زندگی است، اونم انسان بدن، اون انسان خصلت انسانی داشتن با وجود اینکه معصوم و پیامبر بودن، لیکن همسرشون مادرمون یعنی همچون انسان، زن، رشک دیگر بود. گوگو میدیدن که مادرمون عایشه اگر غضبشون میکرد در زندگی، در خانوادگی زندگی، بعد میگو سوگند به پروردگار ابراهیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و حس میکردن که بیست که عایشه رنجیده است، در حال میگفتن که عایشه من همیشه دوستت میدارم. وقتی که میگفتن همیشه دوستت میدارم، بارها تکرار رو که گفتن دوستت میدارم، بعد شوخی مادرمون عایشه هم آمد گفت که رسول خدا، یا حبیبی خدا، ولی شما میگید که دائم دوست میدارم، خوب باشید چی؟ خوب باشید چی؟ گفت اگر خوب باشم چشمانم خوب است، قلبم بیدار است، با قلبم دوستت میدارم، حتی در خوابم دوستت میدارم. این واجبات دینی مسلمان است که باید همسرش رو باید بگوید که دوستت میدارم. برای همین خداوند میگه که زندگی مسلمان باید در اساس مهر محبت باشد. حالا مهر محبت روزهای معمولی عادی باید همیشه چی زن چی مرد. حالا زنی از نزدیکان حضرت عمر رضی الله عنه رفتن پیش حضرت عمر رضی الله عنه شکایت کردن، گفتن امیر المؤمنین، انسانی عاقل چی مرد چی زن یک مشکلی در زندگیش با وجود آمد، یک تجربه دار، یک انسانی عاقل دانشمند میپرسد که چیکار کنم که زندگیم بهتر و خوبتر شود. زندگی خود رو با دست خود تباه نمیکند، خانه‌اش رو به جهنم و به غمخانه تبدیل نمیکند. رفتن گفتن که امیرالمؤمنین زندگی هم تلخ شده ایستاده است. گفت چی شد؟ من میدونستم که خیلی زندگی خوب داشتی با شوهرت، چی شد؟ گفت که شوهرم هر وقت میپرسی که زنب جان دوستم میداری؟ میگفتم دوستت میدارم، تمام زندگیمون خوب میرفت. خب عادت هر مردی زن، یعنی همه زن همه مرد یعنی نیاز به نوازش و به دوست داشتن یا به محبت دارد، همه، چی پیر چی جوان. حالا گفت باره پرسید که زنک جان دوستم میداری؟ گفتم دوستت میدارم. گفت بگو که واللهی،
یعنی سوگندی وزنین ترین. گفت حالا که دیگر سوگندم دادی، راستش بگم دوستت نمیدارم، لیکن مراسم میکردم که زندگی هم خوب بگذرد، در تربیه فرزندان کامیاب شویم. از همون روز است که دیگر غدر یعنی زندگیم تلخ شده ایستاده است. حضرت عمر گفت که ای زن، ای فلانی، برو شوهرت بگو که خب یک شوخی کردم که دیگه شما هم نادرست فهمیدید، والله بالله تالله دوستت میدارم. خوش از سر اون زن کند، گفت که ای امیرالمومنین دوستش نمیدارم. گفت برو خدا و رسول خدا اجازت داده است که در بین، یعنی برای زن شوهر در مسئله مهر دروغ گفتن رو اجازه در 3 حالت، یعنی دروغ اجازت است موافق شریعت. یک حالتش بین زن شوهر، یک حالتش بین کی زن شوهر، فقط در مسئله مهر. اگر چیزی رو خریداری کند بخرد 100 تومان بعد بگید 1000 تومان، این دروغ حرام است، این ممکن نیست. فقط در مسئله مهر. شاید بی‌زیب‌ترین زن باشد لیکن بگوید که زیباترین زن هستی. عادتا زن‌ها حتی کمپیرک 80 ساله بگوید که ماما جان قدر نورانی هستید، زیبا هستید، خرسان میشود، خدا خیر برکتت یاد میگه. گفت که امیرالمؤمنین دوست نمیدارم. گفت که اجازت است، خدا و رسول خدا صاحب شریعت هست، اجازت داده است که دروغ بگو. بعد رفت گفت که مردک جان خیلی یک شوخی کردیم، خودت هم نادرست فهمیدی، یک شوخی کردم شما هم نادرست فهمیدید، حالا بگم واقعیت بگم. گفت بگو. گفت واقعیت که بگم والله بالله تالله دوستت میدارم. آغوش گرفت تمام. بعد مدت بعد دید گفت زندگی چخیل است. گفت الحمدلله بهترین. یعنی متاسفانه بعضی، نه همه، بعضی از مردم که کدوم یک زنی بیگانه یا خدا نشان ندهد یا فاحشه یا تنفروشی رو نوازش و دوستداری میکند که مادری خودش رو اون نوازش اون دوستداری رو نمیکند. و حالا اینکه نوازش و دوستداری مادر باشد یا همسر باشد عبادت است. حتی بوسه‌ای که از رخساره همسر میزند شوهر نکاحی اجر دارد، پاداش دارد. خداوند عزوجل اجر داده است. برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما معامله زن و شوهری میکنید دیگر پروردگار به شما اجر میدهد. یورو در حیرت ماندن که رسول خدا ما یعنی غریزه شهوانی خود یعنی لذت میبریم باز اجر دارد. گو اگر همین رو با راه حرام کنید معصیت گناه و عذاب ندارد؟ گفتن دارد. با همسر حلالیت این آغوش میگیرید، نوازش میکنید، بوسه میزنید، همسر رو اجر دارد. این اجر است. حتی ببینید در حدیث اومدگی هست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که لقمه ای رو خب شیرینی باشد، خب دانگی و مغز که مویز باشد، هر چیزی باشد، خب گوشتی باشد، بریده گوشتی باشد، میگه در دهان همسرت گذاشتی، چی زن چی شوهر همدیگر این جفت. یا قاشقی از خروگ رو فرض کردیم برای مثال، همین لقمه رو پروردگار میگیرد، پروردگار ذره گیر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین ذره رو میگیرد جمع میکند در روز قیامت، در روز سختی مثل کوه احد به صاحبش برمیگرداند. چی زن گذاشته باشد در دهان شوهرش، چی مرد گذاشته باشد این لقمه رو، یک لقمه رو، حالا دوست داشتن و دوست میدارم و بوسه زدن حالا دیگه حد کنار ندارد اجرش، ولی یک لقمه مثل کوه احد به صاحبش میگه این کدوم عملم است؟ پروردگار میگه که این همون مهربانی نسبت شوهرت یا مهربانیت نسبت زنت. چیزی با گفت بر زنی که در نکاح شوهر است، حق شوهر از همه بالاتر است، از همه. گفته پیامبر و امر خدا از همه قیمت زدور و گهوار است. پس بدانید خواهران مهربان، بختتون در احترام شوهر است. هر زنی که حرمت شوهر کند زندگیش را همه خوشتر کند. از خدا پرسن ملائک عفو او، ماهی و پرندگانم بهر او، تا قیامت روز و شب گویند دعا تا خداوندش دهد او را پناه.